ساعت نیاز به نخ مکرمه 3 سوزنه و قلاب شماره 3 داریم. ابتدا حلقه جادویی رو میزنیم و داخل حلقه جادویی 10 تا پای کوتاه میبافیم. وقتی نخ حلقه جادویی رو میکشیم، حفره وسط حلقه رو کاملا نمیبندیم. به اندازه که میخوایم بدنه ساعتمون باشه گردبافی میکنیم. دایره‌ای که به دست اومده رو به 3 قسمت مساوی تقسیم میکنیم و 1/3 دایره رو شروع میکنیم به بافت پای کوتاه زدن. به اندازه 1/3 که بافتیم کار رو برمیگردونیم و همون 1/3 رو دوباره به روش رفت و برگشت میبافیم. تقریباً بین 4 تا 6 رج میبافیم. بعد نخ رو عوض میکنیم برای دورگیری کار. گوشه بالای سر جغد رو 3 تا پای کوتاه داخل یه دونه اول میبافیم و بقیه بافت رو داخل هر دونه یه پای کوتاه میبافیم. دوباره به گوشه کار که رسیدیم دونه آخر رج رو 3 تا پای کوتاه داخل یه دونه میبافیم. بعد دور تا دور کار رو داخل هر دونه یه پای کوتاه میبافیم. قسمت بالای سر جغد رو به 2 قسمت تقسیم میکنیم. وسط کار رو پیدا میکنیم، شروع میکنیم به زدن پایه بست تا برسیم به وسط کار. بعد 8 تا زنجیره میزنیم و دوباره بقیه رج رو با پایه بست میبافیم. این قسمت برای آویز ساعته. دو تا گردبافی برای چشم جغد به رنگ سفید میبافیم. از این شماره های آماده یا دکمه یا هر چیزی که به سلیقه خودتون قشنگ میشه برای شماره های ساعت استفاده میکنیم. برای سیاهی چشمم از مروارید استفاده میکنیم. دوخت نوک جغدم توی پست آموزش لیف جغد براتون کامل توضیح دادم. یه دونه موتور ساعت تهیه میکنیم و مطابق فیلم به ساعت نصب میکنیم. خیلی خوشگل شد مگه نه؟ حتما ببافش. مطمئنم وقتی روی دیوار خونت شروع به کار میکنه عاشقش میشی، چون هنر دست خودته. یه ساعت متفاوت. خیلی دوست دارم.